بارکچ پر از انگیش به منطقه باختر ولایت خاتون وارد گشت. این کاروان ماشین ها که طبق دستور سروری دولت برای تامین اهالی به مواد سوخت و پایین بردن ارزش انگیش سنگ در بازارهای ولایت روی کار آمده بود، خاطر ساکنان خاتون زمین را شاد و مسرور نمود. در این روز هوای سرد و خنک برای مردم بسیار حالت آسونی یاردم کردن، چنانچه او یک هفته پیش روزای گرم بود، 1 کیلو همین کمره 130 خریدیم. امروز در هوای بارون و سرد و خنک الکی ببینه برادر عزیز که به 70 دیرم آورده برای مردم اینجا یاردم کرده شدن. ببین که چه خیلی با کمری خوبه. ما بردیم خاک خالی بود، اینو حاضر نگاه که چه خیلی با صفت اعلی و با شرایط خوب برای مردم حیا کردن. کار داده من دیدم که اینجا کمر فرستاده بودم به نرخ دسترس ارزان، اینا گرفته شه نظر به بازار ارزانتر. بازار 270 گرفته بوده، امروز 70 گرفته ارزان شده. با ادعای ساکنان روی کار آوردن این اقدام نجیب یعنی یارمارک فروش انگیش واقعا دلیل آن است که ما سروری خیرتمند و دوراندیش داریم که همیشه در فکر بهبودی زندگی خلق خود است، چون یارمارک امروزه برای ایشان امکانیت فراهم آورد تا 3 نوع انگیش را با ارزش از 50 درم تا به 1 سومانی خریداری نمایند. وزارت صنعت تکنولوژی نو جمهوری تاجیکستان کارخانه بود دولتی انگیش تاجیک با کارخانه های زیرتابه خود یارمارک فروش انگیشت وطنی را راه اندازی نموده. در مرحله اول در ولایت شهر ناحیه‌های ولایت ختلان آغاز نمودند. از کانهای انگیشت وطنی، کارخانه فرعی شخت فون یغناب، جمعیت سهامی پوشیده کمبینات متالورژی تاجیک، جمعیت دارای مسئولیتش محدود تلک و ریسورس، کارخانه فرعی کان انگیشت زیدی، کارخانه جمعیت سهامی شده انگیشت شهر اسفره و جمعیت سهامی شده انگیشت کمراب راه اندازی کرده شده است. مقصد اساسی این به تنظیم در آوردن نرخ فروش انگیشت در قلمرو جمهوری تاجیکستان می باشد. با گفته مسئولین این یارمارک فروش انگیش سنگ وطنی در مرحله اول از شهر و نواحی ولایت ختلان آغاز گشت، اما در نظر است که چنین اقدام در دیگر مناطق جمهوری نیز راه اندازی شود، چون حکومت مملکت با این وسیله از ساکنان دعوت به عمل می آورد تا در صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق سهم گذار باشند. همین که گذشته سبودم که کمرا را دیدم، کمر نظر به نرخ بازار 1 برابر ارزان، 1 سوم 20 1 سوم 30 بازار در 70 درم 65 درم فروخته است. از حکومت جمهوری تاجیکستان می‌ندار هستیم که در این وقت ضروری همین کمرا به نرخ ارزان به خلق مهیا کرد. هرچند در این روز تنها ساکنان گرد و اطراف باختر توانستند این مواد سوخت را با نرخ دسترس خریداری نمایند، اما امید است استقامت کنندگان دیگر شهر و نواحی ولایت نیز از این یارمارک فروش بی بهره نمانند، زیرا طبق نقشه این ماشین های بارکش به دیگر شهر و نواحی ولایت نیز راه سپار گشته برای مردم انگیشت خوشصفت وطنی را با ارزش کمتر از نرخ و نمای بازار پیشنهاد خواهند کرد.